سال بعدی که میشه سال 97 یه سال سخته و میبینید که سطحش هم 5. خب ببین اصلا این سوال چی میگه؟ میگه اگر A و B دو عدد حسابی کمتر از 10 باشن که به صورت تصادفی انتخاب شدن، احتمال این که رادیکال A به علاوه رادیکال B کوچکتر مساوی رادیکال A به علاوه B بشه چقدر؟ من اولین چیزی که به ذهنم میاد اینه که هر دو طرف رو به توان 2 برسونم که شر این رادیکال ها کم بشه. خب ولی آیا من مجازم از لحاظ ریاضی که دو طرف یک نابرابری رو به توان 2 برسونم؟ خب از لحاظ ریاضی ما در صورتی مجازیم دو طرف یک نابرابری رو به توان 2 برسونیم که هر دو طرف منفی نباشن، یعنی قسمت سمت چپ منفی نباشه، سمت راست هم منفی نباشه. بذارید با یک مثال توضیح بدم که اگه منفی باشه چه مشکلی پیش میاد. اگه دوتاش مثبت باشه، مثلا 2 کوچکتر از 3، وقتی دو طرف رو به توان 2 میرسونیم 2 به توان 2 میشه 4، 3 به توان 2 میشه 9، 4 کوچکتر از 9 و یک نابرابری درست دیگه به دست میاد. ولی مثلا فرض کنیم ما یه دونه منفی اینجا باشه، منفی 3 به ما بگن کوچکتر از مثلا 2. خب اگه من دو طرف رو به توان 2 برسونم، منفی 3 به توان 2 میشه 9، 2 به توان 2 میشه 4، ما به دست میریم 9 کوچکتر از 4 که به وضوح یک نابرابری نادرسته. پس وقتی یکی از این دو طرف منفی باشه ما مجاز نیستیم به توان 2 برسونیم، باید هر دو طرف نامنفی باشن. خب حالا خوبی این سوال چیه؟ اینه که هر دو طرف نامنفی هستن. چرا؟ ما میدونیم که زیر رادیکال جواب رادیکال، حاصل رادیکال هیچ وقت منفی نمیشه. پس این دوتا مثبت هستن یا نهایت 0 باشن دیگه، منفی که نمیشن. حاصل این رادیکال هم که منفی نیست، حاصل رادیکال مثبت میشه. پس واسه سوال 97 مجاز هستم که هر دو طرف رو به توان 2 برسونم. خب پس من می نویسم رادیکال A به علاوه رادیکال B کوچکتر مساوی رادیکال A به علاوه B. هر دو طرف رو به توان 2 میرسونیم، هم سمت چپ هم سمت راست. خب سمت چپ با استفاده از اتحاد مربع، رادیکال A به توان 2 میشه A، رادیکال B به توان 2 میشه B، 2 برابر رادیکال A در رادیکال B هم میشه 2 رادیکال AB. سمت راست هم که رادیکال A به علاوه B به توان 2 برسه، توان 2 با رادیکال خنثی میشه، اینجا میشه A به علاوه B. خب الان من میتونم A رو با A ساده کنم، یعنی خط بزنم، B رو هم با B خط بزنم که برسم به این عبارت که دو تا رادیکال AB کوچکتر مساوی 0. خب اینجا ما میدونیم که حاصل رادیکال هیچ وقت منفی نیست. پس اینجا که گفته کوچکتر مساوی 0، هیچ وقت قسمت کوچکتر از 0ش اتفاق نمیفته. 2 هم که یک عدد مثبت دیگه، رادیکال AB هم که یک عدد نامنفی. پس خیلی بخواد این تساوی، این نابرابری برقرار بشه، این که قسمت مساویش برقرار بشه، یعنی رادیکال AB بشه 0. خب کی رادیکال AB میشه 0؟ وقتی که خود AB بشه 0. خب کی AB میشه 0؟ حاصل ضرب دو تا عبارت وقتی 0 میشه که لااقل یکی از اون دوتا 0 باشن، یعنی یا باید A 0 باشه یا B 0 باشه یا دوتاش. خب من میخوام این حالت ها رو حساب کنم. یک حالت این که هم A 0 باشه هم B 0 باشه، دوتاش 0 باشن که کلا میشه یک حالت. خب اگه فقط یکی از A و B بخوان 0 باشن، مثلا اگه فقط A بخواد 0 باشه، اون موقع B میتونه 1 باشه، 2 باشه تا 9، یعنی هر 9 تا حالت 1 تا 9 واسه B مجازه. 0 و 1 حاصل ضرب میشه 0، 0 و 2 هم حاصل ضرب میشه 0 تا 9. و اگه B 0 باشه به همین صورت A میتونه 1 تا 9 باشه، اینجا میشه 9 تا حالت. پس کل حالت هایی که این نابرابری برقرار میشه 9 با 9 18 با 1 19. خب پس اگه بخوام احتمال حساب کنیم میشه NA به NS. اون حالتایی که این تساوی برقرار میشه 19 تا حالت. پس این 100 از کجا اومد؟ 100 کل حالتهای ممکنه دیگه. خب وقتی A و B دو عدد حسابی کمتر از 10 هستن، یعنی A میتونه 0 باشه، 1 باشه، 2 باشه تا 9. از 0 تا 9 میشه 10 حالت. پس ما واسه A 10 تا انتخاب داریم و به همین صورت واسه B هم 10 تا انتخاب داریم و طبق اصل ضرب 10 رو ضرب در 10 میکنه، میشه 100 تا حالت. پس احتمال این که این نابرابری برقرار بشه میشه 19 به روی 100. 19 به روی 100 یه خورده از 20 به روی 100 کوچیک‌تره که 20 به روی 100 هم همون
1/5. پس احتمالمون یه خورده از 1/5 کوچکتره. خب حالا بریم تو گزینا. احتمال گفته 0 1/5 که تو گزینا بگردی میشه گزینه 2 که گفته بیشتر از 0 و کمتر از 1/5.